یال خب خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه، یه بازی ترسناک دیگه با موز و سویل. اصلا خوش شدیم به پارت‌های دیگه از بازی‌های ترسناک. این یکی واقعا ترسناک تره. حالا من نمیدونم چی میشه، شاید ترسناک نیست. کوهنورد گم شده است. در کل لایک و ساب فراموش نشه. اینجا مثل یوتیوب ما رو ساب کنید. توییتر هم ما داریم نداریم، شوخی کردم. پلی خب داداش بخون. برادر من ایتن گم شده حدود 24 ساعته. اون رفته بود به یه دونه مسافرت کوهنوردی نزدیک کوه قرمز. اون بعد دیروز میومد به خونه. من به پلیس عمومی رفتم. اونا به من گفتن که اونا منابع کامل برای سرچ رو الان ندارن. یالا موزیک. رایان گازلینگ یو رایان گوزلینگ. یالا ماشین داره میاد. یالا میرم سمت ماشین. الله هرشیا زیگزاگ. الله I should park in the gas station. الو صدام نمیاد. ایسکا کردی؟ نه صدات میاد. آقا این سبک بازی اگه ویو بخوره اگه ویوش بالا 500 تا داشت یه بازی ترسناک از این هست تو همین گرافیکا. آره که اکسر همشون رو گذاشتیم. Soft drinks, water, juice. What do you want? کدوم توی کدوم منه؟ داداش من زردم تو سفید. I'm searching for my brother. He went missing while hiking in this area. میگه من دنبال داداشم، اون گم شده در حالی که کوهنوردی میکرد توی این منطقه. متاسفم برای این اتفاق اما این مشکل من نیست. همچنین نباید همینطوری خیلی رندوم بپری به مردم. این حرکت گلن زدی دیک بود. داداش دیس میکنی؟ نباید رندوم بپری مردم. مخصوصا تو این منطقه فن و فیگو به منطقه انمونطقه. What do you mean؟ منظورت چیه؟ هی ببین مرد، من دیر وقت کار میکنم. من فهم میکنم یه چیزی بخرم و برم خونه. بیرز داداش آبجو میخره. الان تو حس سوال صحبت با مردم نیستم. نگوه برو با زنت حرف بزن. I understand. Sorry for bothering you. ببخشید که مزاحمت شدم. خدافظ داک باز. یا الله سکته زدم. خب دو مایونز بخریم. یه دونه دلپذیره داداش، دلیشزه. تیریک سلام آقای فروشنده. چه کاری برادر تو من انجام بدم قربان؟ من دنبال داداشمم. اون کوهنوردی میکرد توی این منطقه. او خونه نه او چی؟ او باید خونه میومد دیروز. شرط خرکی واسه بنده که خود این یارو قاتله. تا حالا اونو دیدی؟ داشت منم همینو فکر میکنم. همین خودش کشته. این بغل یه درسته انداخته تو اون دره. برادرت چه شکلیه عزیزم؟ یکیش کن. He has brown hair. موهای قهوه‌ای داره، خوشگله، گیم من، بلند، دکش، گرین بک‌پک، یه کیف سبز گرین اسکرین داره. بذار فکر کنم چند ثانیه. فکر میکنم که اونو دیده بودم و بهش ریده بودم. اومد اینجا که چند تا وسیله بخره، یکم آب و چند تا هم چیپس و فک. تو تلاشی که پیداش کنی نداشت، میخوام برم بکشمش. آره بابا دنبالشم، قرضشو نداده. پلیس گفتی؟ Yes I did in fact. بله من انجام دادم، ولی اونا گفتن که الان وسیله برای جستجو ندارم. اونا گفتن وقتی جستجو میکنن که گم شده 48 ساعت شاید یه ساعت بعد گم شده باشه. گم شده 48 ساعت بعد گم میشه. یعنی منتظر میمونه یکی گم شد 48 ساعت بعد دوباره گم میشه. اولین بار نیست یکی اینجا گم میشه. در واقع مردم زیاد صحبت میکنن در مورد صداهای عجیب و نویزهای عجیبی که از داخل جنگل میاد. یکی داره اونجا کامشو میریزه به جنگل. Coming from the wood. خب تو باید مراقب باشی، مخصوصا داری میری این وقت شب توی اون جنگل. آره داک نگو خودت کشتی داداشمو بده. اگر اینجا یه دونه جاده است که میره به کوه. راست میگی؟ اینجا منطقه حیات وحشه، مراقب باشی تو جاده باشی وگرنه میمیری. مرسی من محافظتانه میرم. مراقبت رو بگیر. اوکی من احساس کنم داداشم این توه. داداشم بریم.
یا الله یا الله سرعتو میسینگ هایکر اینه، عکس توی صفحه این آخه عکس صفحه بازی دقیقاً عکس بازی از این صحنه گرفته، همینو اینطوری گرفته اینا گذاشته بک‌گراند. الله کیفیت این بازی ببین، کیفیت اونو ببین. داشت اون 7 بازی تو همه نه داداش اون کیفیتش قدیمی ها برای این خیلی پشمیزون تره. راستی بیرفتم هم تو همین سبکی گرافیکش اینا ترسناک ترن داداش. بعد آخه میدونید 16 من داستان بازیش با ترسناک فرق میکنه، اونقدر ترسناک نیستی، جنایی اونا. آره داستان بازی چه خفنه. اصلا تو پارت اولی که گرفتی طرف مثلا روانی بود، پارت دوم قاتل بود. یا الله گاز استیشن دیده میشه. گذشتهشون یالا اینجا جامپ اسکیر داشت. یا الله اصلا نمیخوام برم اونجا، میخوام برم مستقیم. بعد بری من اونجا رو ویل کردم جامپ اسکیر میخوره بازم. یا الله داداش هنوزم ترسناکه واقعا. دستم لرزید. وای کدوم خری هستی؟ منو ترسوندی ان کردم خودم. من تو رو ترسوندم؟ قلبم اتک داد، هرت اتک. چی میخوای؟ امیدوارم که دکمک نخوای. نه من دک نمیخوام، من فقط دنبال داداشم، دک داداشم میخوام. حالا داداشم دیدی؟ دکش خوبه. نه من کسی رو ندیدم. وایسا You don't even know how he looks like. مثلا نمیدونی چه شکلیه، بس چی میگی؟ ببین داداش برو بخور لواش. برو. من اینجا حوصله ندارم، خوابیدم هوا سرده، میرم بخوابم ولم کن. گم شو برو. این روزا هیچکیو ندیدم. I understand. فهمیدم تو گی نیستی پس. ها برنامه‌ت اینه که بری عمیق‌تر تو جنگل؟ Yes من حتما میرم جای عمیق، چون که یکم کلفته و از هیچی نمیترسم. تو فکر کن که من استونر هستم. به نظرت من سنگم؟ نه داشت تو آدمی. اما دیشب من این بیجار چیه اسمش داشت تنتم و تختم و این چادر داداش چادر در فیری بیجار داداش بیجار. خدای عجیب تری میمد از توی جنگلی. Coming from the woods این کلمه بازم تکرار شده، پس هم میکنن کلا درختای این منطقه. یا الله به نظر میاد که بچهش گریه میکرد اما من نمیدم. یا الله و منو ترسون، شاید اون توهم بوده. What? Are you fucking with me? ببین داداش تو حمل میکنی؟ چی؟ Do you carry? تو carry? What do you mean؟ چی میگی؟ خودت carry. I'm talking about the peace. من در مورد آرامش حرف میزنم. You know something for protection. تو چیزی میدونی برای محافظت؟ You mean a gun? No I don't. منظور تفنگه؟ نه من دک ندارم، تفنگ ندارم. خب نباید اینجا باشی، نمیتم گرم برگرد. خطریه که بری تو جنگلی و من هم جلاتو نمیگیرم چون که میخوام بخوابم، قاتل خود منم. و یه چیزی دوباره نپر به چادرهای توی درخت ها این وقت شبی. دوباره من قرار بود بهش شلیک کنم. عالیه، من حد زدم که این کارو میکنی. همچنین موفق باشی، برو بگرد منم بیام بکشمت. قیافه‌اش بوسای نره. داداش الان ویدیو قبلی ما تا اینجا بازی کرد، حتی اینجا هم نبود، یکم از حرفاش مونده بود. رفت تو صدا رو ببین، آدم میترسه اصلا تو این وقت شب تو برفاش هم عجیبه، برفاش تو هوا دیده میشن تو تاریکی. چرا باید مثلا چرا خاموش کنن برفا دیده میشن؟ چرا باید برف تو هوا دیده شه؟ یا الله سنگه. من گفتم چیه؟ بازی فعلا اونقدر ترسناک نیست. ترسناک نیست، یارو از چادر میاد بیرون میلرزیم. چرا جامپ اسکیر بخوریم؟ من خواهم جینا اینجا رو صدا کنم بیان. باش با اینجا بعد اینجا چی بزنی؟ چادر بزنی. وایسه تکون نخور. برو جلو، برو راست، برو جلو. باش اون فضای باز باید چادر بزنی. وایسه دستم خیلی سرده. چیکار داره میکنه تو تنت؟ یا الله تو داشت تو سرما آدم میخوابه آخه، تو سرما بخوابه احتمال مرگ است. یا الله یا الله داره ترسناک میشه. بگو که صبح شده. صبح همچنان شب. دادو روشن کن، مستقیم برو، همین مستقیم. باید بری اونجا. یا الله من بعد اینجا رو باز نکردم، بعد تا آن خونه رفتم.
برو یا اول برو. بله آقای عرشه داره میره سمت نورهایی که میبینه. چرا خاموش برم؟ داشت نمیگم آقا سیاوش اگه این ویدیو داره میبینی عشق من تو نوکرتم آقا سیاوش، یکی از فنای واقعی ما. تو هم اگر تو این ویدیو کامنت بذاری همه ویدیو ما رو ببینی، تو هم یه فن واقعی میشی مثل سیاوش. یاد بگیر یا الله، از سیاوش یاد بگیر. داشته نور رو ببین چطور اکو شده، عشقه. اگه معروف بشیم حتما از سیاوش یه قدردانی خفن بود. داشت درش از کجاست؟ اینجا بود درش، من دور زدم. نه داشت برو بک بکو ببین. داشت خیلی سریع میری اونجا بک. اون فیلم لاستیگه. عجیبه، بک خالیه، هیچی توش نیست. اوه پشما، از چادر و ماشین اون عکس گرفتم. داداش واقعا ریدم. یا الله درزیدم داداش. بیشتر بچرم گوشم کر شد. همون شد. همین بود. من تا اینجا آمدادم میترسم بازی کنم. بابا بنازم، خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. لرزیدم واقعا، خوب بود داداش، عالی بود. لرزیدم واقعا. بازیش کوتاه بود ولی ترسناک. از اون یکی بازی هم ترسناک در بود. فیر فتون واقعا عالیه. خوبه یه پارتش فریه. داده فری. اگر دوستان فیر فتون هم بذاریم تو کامنت ها بگین. همینا ویدیو خیلی خوبی بود، ترسناک بود. خداحافظ.